در جریان جلسه 14 مکالمه سالانه حقوق انسان بین اتحادیه اروپا و جمهوری تاجیکستان که روز 14 دکامبر سال 2023 در دوشنبه برگزار شد، اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان آزادی فوری به قید و شرط همه حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و فعالان در زندان باقی مانده را تقاضا کرده بار دیگر اظهار نگرانی خود را از حالتهای بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های تاجیکستان بیان داشت و موضوع غیر کفایه بودن تفتیش حالتهای پایمالشوی حقوق بشر از جانب مقامات حفظ حقوق در جریان رویدادهای سالهای 2021-2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را در میان گذاشته است. از سال 2022 به این طرف در تاجیکستان بیش از 10 ژورنالیست و بلاگر و 10 حامی حقوق و ادوکات‌ها و فعالان جامعه شهروندی محکوم به زندان شدند. اکثر آنها پرونده و حکم خود را سیاسی می‌شمارند و بر این که گاوسود شدند. هیئت تاجیکستان را فیروز ارزوزاده، سردار ریاست کفالت‌های حقوق انسان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و هیئت اتحادیه اروپا را جناب تیدمر کریسلر، رهبر شعبه آسیای مرکزی در خدمات عملیات خارجی اروپا رهبری می‌کرد. دور نوبتی مکالمه بین اتحادیه اروپا و تاجیکستان عاید به حقوق انسان سال 2024 در بروسل برگزار می شود. در جریان مکالمه عاید به حقوق انسان، اتحادیه اروپا از تاجیکستان دایره وسیع سوژه‌های مربوط به حقوق انسان از جمله آزادی اتحادیه‌های آزادی بیان، محیط واو، آزادی دین و اعتقاد، اینچنین پیشگیری شکنجه، حقوق زنان و غیر تبعیض و اینچنین درخواست تاجیکستان را برای پیوستن به سیستم عمومی امتیازهای GSP+ و همکاری‌ها در فرم‌های بسیار جانبه را بررسی کردند. اتحادیه اروپا همین طور بار دیگر اظهار نگرانی خود را از حالت‌های بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های کشور بیان کرده تاجیکستان را به ادامه تلاش‌های اصلاحات در مؤسسه‌های اصلاحی یعنی زندان‌ها تشویق کرد. ائتلاف 28 کشور اروپایی که با تاجیکستان به مبلغ‌های صدها میلیون یورو کمک‌های بلا عوض رسانیده است، یکی از دونرهای عمده تاجیکستان به شمار می‌رود.